بنیاد خیریه دریچه صحت شعبه سوم صحی خویش را در کوه 40 دختران در غرب کابل افتتاح کرد. هدف برگزاری بخش صحی این سازمان ارائه خدمات صحی رایگان برای مریضان و نیازمندان مناطق دورافتاده این منطقه می باشد. آقای دکتر شعیب شعبان مسئول عمومی سازمان بنیاد خیریه دریچه صحت می گوید که ما امروز شاهد افتتاح سومین بخش کلینیک دریچه صحت در منطقه کوههای 40 دختران شهر کابل هستیم. امروز جای بس خوشی و افتخار است که در محفل افتتاحیه سومین شعبه کلینیک خیریه دریچه صحت افغانستان قرار داریم. دوستای عزیز، بر علاوه مشکلات اقتصادی، یکی از مشکلاتی که امروز دامنگیر ما و شما است مشکلات صحی است. امروز مشکلات صحی و چالش های صحی ما و شما حرف اول است. سازمان جهانی صحت میگه که صحتمندی حق هر شهروند است، ولی متاسفانه در افغانستان کسایی که فقیر است، مستحق است، مستمند است، متاسفانه باید بمیرن و روزانه در اثر امراض مختلف در گوشه و کنار کشور، مخصوصا در ساحات محروم مثل کوههای 40 دختران از بین میرن و میمیرن. این مردم نه راه به خاطر رفتن به شفاخانه داره، نه کلینیک به خاطر تداوی بیمارانشان داره و نه سرمایه دارن که حداقل یک کلینیک شخصی ایجاد بکنن. ما با جمعی از دکتر صاحبای خیریه دریچه صحت با درک شرایط فعلی و کنونی و با خواست متکرر اهالی منطقه، مولای مرجع، وکلای گذر، شما بزرگا و طی ارزیابی هایی که واقعا داشتیم و دیدیم که چقدر محروم هستن، تصمیم گرفتیم که ولو با امکانات کم و محدود، ولو با امکانات کم که دیوار کلینیک ما و شما مفشن نیست، رنگ کرده نیست، پخته و سمیتی نیست، اما قلبای دکترایی را که شما میبینین برای درد شما میتپه. ما با قلب پرازشق و با استحکامیت و با حسن نیت و با عزم راسخ و رضای خداوند به خدمت گذاری آمدیم. در این کلینیک انشالله به بالای 2000 تا 2500 بیمار را ما میتونیم رسیدگی بکنیم. تیم دکترها و متخصصین داخل اطفال، ارتوپدی، نسای ولادی، روانشناسا، عقلی و عصبی را ما در این ساحه میاریم و برای مردم ارائه خدمات به شکل کاملا رایگان انجام خواهد شد. ما امروز یک سنگ ولو ابتدایی را گذاشتیم. عمر است میشه که خدای نخواسته یک حادثه باشه ما نباشیم، ولی این راه ما را باید شما ادامه بدین. تقاضای ما از شما مردمی است که در کنار دولت، در کنار ملت و در کنار نهادهایی که تلاش میکنه باشین و دست به دست هم بتیم تا برای مردم ارائه خدمات بکنیم. هم کربلای امینی که از بزرگان محله کوهدامن 40 دختران میگوید که ما از خدمات صحی به دور مانده ایم و هیچ توجهی در این منطقه نشده است. برای کلینیک، برای سرک ما، برای مشکلاتای کسایی نداره، نان خوردن نداره. یعنی دردای از ماست که شما گفتید سریعتر صحبت که خب ما سریعتر صحبت کردیم جمع، وگرنه درد قدر زیاد است. در 70 سال ما خیری از هیچ حکومتی ندیدیم، ولی حال توقع داریم که ان شاء الله امیا در آخر عمری صدای ما را بشنوه که برای امزی بچه‌ای که بعد از ما است حداقل بعد خب کجا شیم، کجا بریم؟ مهاجر داخلی هستیم ما، نه اینکه مهاجری چیز بشه. همیشه مهاجر بدیم، از ولسوالی ورست بامیان، از بامیان بیاد کابل، از کابل برو مزار، از مزار برو قندهار، خود جایی نداریم دیگه. خواهش ما همیه که اگر توجه دارید برای غریب، برای ملت اصلی ما هستیم و کسایی پول داشت و کسایی که پول بلیط هواپیما داشت رفت، ما ملت هستیم که ماندیم. دمیزی دولت توجه حرف ما است. خب وقتی در ما رسیدگی نشون باز کی رسیدیم اونی سر کی میخوای حکومت کنی؟ ما ملت هستیم، در ما بیر است که ما برای تو خدمت کنیم.
دکتر جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان همچنین میگوید ما زندگی سخت است. اگر ما بیاییم بر اساس استانداردها و نرم‌های بین المللی زندگی افغان‌ها رو مقایسه بکنیم ما بسیار فاصله داریم. اما یادمان باشه که زندگی در خود افغانستان اون لذتی را داره که زندگی بسیار پیشرفته و مدرن و با امکانات در خارج از افغانستان ما و شما رو نمیتونه اقناع بکنه و ارضا بکنه.